اون چی گفتنی؟ نه شما تو اونجا دو فامیل همون مکسه همینجا از درجه سرپرستا یعنی زیاد بر زیاد هستن اینا آریاب قسمی در تماشا کنیم. دوستان و کل هموطنان، امروز هر یکی ما و شما میدونیم که روزی جایزه سپاری مراسم بلاگری سال است. یک جای میدونیم دیدن میکنیم که کی جای اول اشغال میکنن و نگفتنمونه که هر یک بلاگر در سمت خودش جایزه میگیره، جای اول میگیره. یک جای میدونیم میبینیم مقصد هستن که بلاگر گفته واینر هسته، بلاگر گفته برای ماشین اتومبیل هسته، بلاگر گفته سمت هنرمندی هسته. بلاگر همه طرفه بلاگر میشود. بلاگر هسته که در سمت خیر است. کسی که جای اول میگیره با او بردباری میخوایم. یک جای میدونیم یه قوقش بخره لوبا شبیه با اینجا میدونه چیه؟ نه شما تو نه باز او باید خاکی گرد بباکی نری بله یا بود نه فوتوش او جدا گوش مشکل دوستان عزیز شما شب در سطح عالی رفته همه سرجم در درجه عالی از درجه سرپرستا یعنی زیاد بر زیاد هستن اینا آریاب اوی انرژی داره و اینجا اوی چی خدمت آریاب اینا باید همه در درجه عالی شده اینا نوار کرد چخیلی که گفتم در درجه عالی بلاگری سال در درجه عالی گذاشته است. سیاه برو یا نه؟ آن اکر برو قسمی دو قسمی در تماشا کنیم و قسمی سه شب بعد می‌بینیم و دلوبا چورابینی و فرق نداره و توی درجه خدایت قسمی این برات ما سه چانس می‌برد. سه قسم صاحب معرکه اسپید بکنه این چانس در کانال می‌برد. زنده باشید و زنده باشید. موفقیت می‌خوام. دوام می‌کنم که توی اول اشغال کنیم. ان شاء الله باور دارم که می‌گیرم. کامل. برای اینا هم اصلا اینا دوستان آجی میگیریم چی بله اینا دوستای من شما دارن اجازه تمامی تجهیزات رو آماده کردید و با ما شما یک کارت نشون اینا دوستان عزیز اینا اومدی مهمون ها سرجم با همراه دوستم دکتر یوسف گلرزی همه کسا سرجم انتظار مهمون ها را چی گفتنی؟ همه را گفتنم که آنهای ارزنده هستن که همیشه نوارهایی میکنن که به منفعت جامعه باشد، بله. به منفعت دولت ملت باشد، پند و نصیحت باشد، احترام یکدیگر باشد، نه اینکه آنهایی که به یکدیگر ویدیو میکنن و ویدیو ادویت هموطنان خودشون شان و شرفشون پس میکنن. انامین مکان انامین کلور زیبی آنهایی داره که همیشه به خاطر منفعت دولت و ملت نوارها میکنن. ما خیلی شده هستم که بسیار جان هیچ 50-60% نوارهای شما همیشه به منفعت جامعه است، به منفعت جوانان است. هزار رحمت شما خدمت شما نه تنها در ساحه بلاگری، در ساحه کینو و سینما نویسان رسیده و شما با کل ابونتشان شما با مردم تاجیکستان عزیز آرزوی آن را دارم که پروردگار مهربان همیشه صلح و آرامی در وطن عزیز ما باشد. خداوند مهربان این نعمتی که ما را داده همیشگی نصیب ما بگردان و یک ستون هست برای همه دولت و خلق ملت ها. زنده باش. یکم چی گفتنی یوسف جان؟ من میخوام که بگم که هر که ارزنده برنده باشد.
اینا دوستان عزیز بعض انا جدا قولی سرخ علاقه پارت افتان اینا برده همه در آمادگی کاخی فروش دیگه همه در کراسی دروشکا میگن دروشکا اینا همه کورا رفتستن موی خیلی نه موی خیلی اینا اکاس خیلی چیه باید دادی نه لکه مردم اومده است برادرای عزیز بیرون میگن کراسن دروشکا علاقه منصور دیگه حتما مونده شده اینو بیروده مقصد خولی نیسترخ ده پرسیده است نمازی دیلوار سفاره سعد اسماعیلوف رئیس موجود فاوی که هم مکسه همینجا خلاصه اینجا دکتر امین رشد و رونق یافتن این ساحه خدمت میکند. اسوسیاسیای بلوگران تاجیکستان اتفاقی بلوگران فعال و وطن دوست میباشد. Самым значимым информационном мероприятии года, блогер года. И сегодня на этой сцене мы будем награждать наших любимых блогеров.